салом бинандагони азиз. Дар толорҳои бузурги шаҳри Хуҷанд ва ё дигар минтақаҳо аз ҷониби сарояндаҳои дохил ва ё хориҷ консертҳои зиёде баргузор мегардад. чӣ хеле ки мо медонем, на ҳамаи он ба таври зинда аст. имрӯз мо баҳри шумо аз рафти консерти намоиш медиҳем, ки ҳам садову ҳам мусиқияш ба таври зинда аст. Эркин Одинаев шоу консерти зиндаи худро баҳри мухлисони суғзаминаш пешниҳод мекунад. меравем то ҷолибтарин лаҳзаҳои паси парда, омодагии ҳунармандон ва консерти зиндаро баҳри шумо намоиш дода бошем. ду қоши сиёҳаш қалам дар дилакаш дорад алам. ду қоши сиёҳаш қалам дар дилакаш дорад алам. дар қаду басташ ман мурам, тири нигоҳаш бар дилам. дар қаду басташ ман мурам, тири нигоҳаш бар дилам. як дона хол дорад санам, ду дона хол дорад санам. мемурдамо дар нозакош, бе ман чӣ ҳол дорад санам. мемурдамо дар нозакош, бе ман чӣ ҳол дорад санам. اولا سلام و درود به همه مخلصای عزیز، به همه اون نفرانی که غزلهای ما رو دوست می‌دارن، پسند میکنن، قبول میکنن. من بسیارتر من شاعری برجسته تاجیک امروز در پهلوی من هموقت هستن جمشید مختمپور. بسیارتر از غزلهای استاد جمشید مختمپور نصیب باشند پیشنهادی مخلصا میشود. الان مطربان بهترین خوجان هستند. اکی فرخ جان، البک جان، اکی نسیم جان. راستیگه من همینا شاهد، خدا هم شاهد، ما یکون تیاری نکردیم، رپتیشن نکردیم، بلپتیشن با قوت همینا برابر میکنیم. ما با 3 روز تیاری در کار نه، همین یک بار همدیگه رو گوش کنیم تمام. دیل قطعی. چخیلی میشه؟ هنر در کار برای زنده موندن، هنر در کار. من مردکه خور نکنن، نمیخوام موزیکانتی دستگیری کنن، هر یک کنسرت زنده ما میمونیم که از توشکند و از هندوستانش هم زود. من خیلی شاعری هم دستگیری کنم، شاعری بزرگا که درد دلی خلق می نویسن. در آینده خدا خدا همین چه ساخت سلامت ان شاء الله گرزونیم، ببینیم که خلق چی بها میکرد، بعد دوامش فکر میکنه. در خدمت ملت تاجیک هستیم. پیش از همه درود میگم به همه اون نفرانی که همین نوا رو میبینید. امروز ما قرار داریم در برنامه نوبتی کنسرت ارکین اودینایف که در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند برگزار گردیده است. چگونه که همگان آگاه هستیم، ارکین اودینایف سراینده معنی سراست. همیشه در انتخاب متن خیلی دقیق انتخاب می‌نمایند و اون آهنگ‌هایی که به هر یک متن‌های بلند مضمون ایجاد میکنند پسند همگان میگردد. امروز کنسرت ارکین اودینایف در شهر خوجند به طوری با اوضاع طبیعی به استفاده فناگرام برگزار میگردد. آواز دارد آمدی رفتی چی کردی پرسش آواز دارد آمدی رفتی چی کردی زندگی آواز دارد آمدی رفتی چی کردی
روشن تلخ و شیرین لحظه های شاد و غمگین تارو روشن تلخ و شیرین سوز اندر ساز دارد آمدی رفتی چی کردی خامه اگر دستی باده نامد ناخوانده یاده تا کجا پرواز دارده آمدی رفتی چی کردی تا کجا پرواز دارد آمدی رفتی چی کردی آمدی رفتی چی کردی از همه رو آورم سوی پدر چشمی مه روشن شود از آفتاب چشمی من پرنور از روی پدر زر نمیخواهم که اندر پنجه‌ام زور دارم زوری نیروی پدر نقش در سنگ است اندرزش به من قیمت از جان پند نیکوی پدر تا کلان گشتم چموری دانکش دیدم ای بس تکاپوی پدر تا شناساندم سیه را از سفید ای بس اسپید شد موی پدر خاک عالم بر سرم آید فرو پا کشم گر از سری کوی پدر
تشنگی دریا قدر در تنگی ها دریا قدر دار و قدر درمان قدر روشن کردی دلها قدر در تشنگی دریا مشکل آسان اگر هم مشکل آسان است اگر هم مرهمی جان است اگر خورسند کنند ما همانم چهره خندان است چهره خندان شد روزی های فصلی نوبهارم رفت رفت شیاری های دمدی به دوبارم رفت رفت شیاری های دمدی به دوبارم رفت رفت پیشت بازی جوانی مرا به خواب رفایی های شانی زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگاختن است.
محضر زنده‌دلان خواب پریشانی نیست که از زمین خواب جهان دیگر ساختن است. برادر عزیز ما از مادر یاد کردن، لیکن از پدر نیز یاد باید کرد. پدران شاهستون هستند، قوت دل هستند. منس انوین پدر هستی. امروز شما مادران عزیز مهمان ما هستید. با اجازت پدران شما همراه همدیگر آمدید. خوش آمدید عزیزان دل. پدر سرور، پدر رهبر، پدر تقدیر جنبان است. زفرمندم پدر غالب این دو میدان است. بار دیگر همه شما را خوش آمدید. یادآور میشیم که سرپرستان برنامه ما تلویزیون و رادیو سامان ایلتی جوانان مؤسسه دولتی قصد جوانانی به نام لایق شیرعلی، مغازه مالهای تکنیکی بهترین، مغازه لباسهای مردانه اصل، تالار عروسی امار میا، افروسالن جیلی و چیپسی مسکوسک کارتوفل. همه شما را خوش آمدید بگیم. این لحظه بهترین هنرمند محبوب زیر پرسک‌های بلندتون، هنرمند سرشناس تاجیک، سراینده‌ای که به طور زنده در تمام ترانه‌هایش قلب شما را تسخیر می‌کند، ارکین رمان. آردیناری خودتا خوشبوی
آمدیم یک تبریک کنیم و من دیده ایستادن که مردم عموما گیریم خودی برای هنرمند زنده خواندن این یک کیفیت دیگر است، یک شهامت دیگر است، یک فیض دیگر است برای هنرمند. یک بولیده با هیجان با صمیمی اسید دل که امروز میسراییم. البته این از میگن از زمین تا آسمان فرق داره که نسبت فنگرام و دیگه من تاثیر میتیم که هر یک کنسرتی که در آینده کنسرت کدام هنرمندی که نباشد میخوام که انامین برای مردم برآمده با آواز زنده با صدای موسیقی زنده برآمده اگر برای بیننده ها تقدیم کنند کیفیت مردم کیفیت مخلص دیگر میشه. بعد از سرودها فنهای ناز باور کنید احساسات به آدم داده می شود. من از نام خودم از نام کارمندان قصر جوانان و دوست عزیزی من برای چنین یک برنامه فرهنگی که برای شما امروز تشکیل کردن زنده هستیم زنده باور کنید این نه هر کس آمده زنده برآمد میکنن یک نفس اگر که نامدن سلامت باشید استاد همین بایان مثال حسنی کمال اینو ما هم استاد هم من روی ما کار میکنم این آدم زنده سرای هستن خدا خواهد این آدم هم مولد سخن میگن من همه شما در این درگاه خوش آمدتان میگم امروز میشه سروت میتونم که سالهای سال خاطره نبرد خوش آمدتان عید مبارک باشد سلامت باشتان سلامت باشید دوست عزیزی من بعدی تو تمام خیش بیگانه زیما پیوندی خیش و اقربان نیست دیگر همسایه مرا دیگر نپرسد حالم من شکوه کنم زی پستی اقبالم از مال نوازش تو گشتم با چه تا مردن خود از غم تو مینالم خاک توده شده حولی و ایوان و درد تو نیستی آیم و بگیرم خبرت رفتی و ندیده راحت پیری را یک بوی سفیدی ندیده بسرت مرگی تو بدین سوزی گران شد آچه فرزندی تو زار و خستجان شد آچه با فیضی تو بود سبزه باغی پدرم به تو خزان شد آچه از ماتمی تو خانه و در می نالد زرداروی سرخی لبی جر می نالد صد پاره شدم تنداری به مامک تو چون کردکی خوردی به پدر می نالد
نام تو به هر شهری تنم میماند، داغ علمت بر جگرم میماند. از چشم پدر زمینگران ندیدم، مهر تو به قلب پدرم میماند. میرفتی خزان تیرماهی آجه، پیش از سفر از صبح بگاهی آجه. بازگشتی هم از سوی خدا میباشد، بازگشتی به درگاه الهی آجه. آیم زی سفر بستنی گرد آجه، فریاد زنم زی درد زرد آجه. سختم به خدا زی حسرتی دیدارد، چون هزومینیم سوزی تنه آجه. به آجگی سوزی دل و سوزی جگر است، به آجه کسی همیشه با چشم تر است. به آجه قرار ششتنی خواندنمون محکم پریتون مسافر در بدر است. بختیار خانه مدرگو خدا نگهدار بودم. دوست آمده که بجان دوست بیدارد نه فقط جو که زمان دوست بیدارد دوست را. گر همه نعمت دنیا را خدا داد بله، گر ندارد لبی نام دوست بیدارد دوست را. گر خدا خار و زمین ساخت و نمود در بدرش، گر سلیمان جهان دوست بیدارد دوست را. همگان نیستند آیخ دوستیت نیست، نه به فکری همگان دوست بیدارد دوست را. با دوستان همدرد باش، چون خار باش و گرد باش. دور از بری نامرد باش، یک روز باش و مرد باش. یک روز باش و مرد باش. دور باش از فعلی زنی، از ناکسی بود احزنی. هرگز نکن منبری، یک روز باش و مرد باش. یک روز باش و مرد باش. صد سالی نامردانه حیف، صد سالی نامردانه حیف. نامرد را جانانه حیف، بر او زنی دیوانه حیف. یک روز باش و مرد باش. یک روز باش و مرد باش. خنده های نازنینش آدمش خواندم دیدم. چهره زیبایی مانندی بهارش میکشد. زیرم شملام نبیند و از مکم بودی، آخرش هم در فضای روزگارش میکشد. آخرش هم در فضای روزگارش میکشد. دل برم الله با چشمانی مارش میکشد. یا من آراش میکش روزارش میکشد. فکر اعلی گذشت. بسیار ما خرسند که ارکینجا آندینایف با شهری خوجاند آمدن کنسرت دادن. ما بسیار خرسندیم. برنامه زنده از برنامه فونوگرام چی فرق دارد از دیگه شما؟ همه ارکینجا آندینایف زنده میخواندگشان با ما مخلص اشدی امینا. همه میخوام که همه ارتیستا همه آواز زندگی کدی خوانم. خدا الهی عمرشون دراز کنه، برای کارشون دیدی. شنیدن کی بود مانند دیدن. من امروز دیدم شما زکس کردم فیسبوک پرتفتم که من کیفیت گرفتم. اون کیفیتی که من گرفتم وطنم و شهرم و من این تأثیرات ما لغتی دهانی و هم نمیرسد. как выразить у меня слов нет. خداوندا نگه دارین جماعت از پریشانی که خود قادرترین قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن
به لطف خود قبول از این جماعت جمله طاعت کن. هر کجایی که الها هر بنده مؤمن خدا قدمش رسد، الها قدم مبارک گردد. قدم شما هم در روی زمین الها فقط به مبارک بادی دوستان بیایید. خدا حق پروردگار عمرتان دراز، رزقتان فراز، هر چی نیت و آرزوی هوس در دل همتان باشد و آرزوی دلتان برسد. همین یکم روزه که ما در توی واخوردیم قصر ارباب در قصر ارباب این مرد که بزرگ نمیخواد وعده کرد که آقا گفت شما چند وقت شد کنسرت نمونده ان شاء الله کنسرت با سطح بلند مگذرد. این مرد دستش همین لفظش و ایستاد کنسرت همین زور گذاشت. من خرسند، من بهترین خوشی های زندگی رو برای شما تمام دارم، برای مادری عزیزتان که امروز دعای خیلی بزرگ دادن. هزار رحمت. مادرها دعاگوی ما باشه. الهی صدایتان خسته نگرده، همیشه سلامت باشید. خدا رسانه در سال 2025 در دو بس برنامه تشکیل می‌کنیم. این بحث اول بود، بحث دوم سوم 2025. خدا دعای مادرها ان شاء الله. رحمتی کلا سلامت باش. برای مخلصانی که در غریبی هستن چی میگید؟ چون که نوار ما رو طریق یوتیوب برای مخلصانی که در غریبی هستن چی گفتنی هستم؟ خداوند با نیت‌های نیکشون رسانه. غریبی بسیار این درد قین است. در غریبی زیستن و زندگانی کردن و عمر و روز بدن بسیار قین است. خداوند نگهبانی همشون باشد. برادری که در ملک غریبی هستند خدا کند که باز همانها هم سوق سلامت به نزد پدر مادر وطن عزیزمان برگردن که در این کنسرت کلان اشتراک کنند. بله، بهترین سرود ترانه‌های استاد عزیز را در تمام گوشه و کنار جهان طریق برنامه‌های یوتیوب کانال تماشا خواهید کرد. FM Pro، شاهین زرفشانی و ازو پروداکشن تماشا خواهید کرد. تشکر. سلامت باشید. در امروزه برنامه هر نفری که اشتراک کرد دوستدار صنعت اصیل بود. هر نفری که اشتراک کرد از تمام گوشه و کنار ولایت با یک محبت و دوستداری صنعت والای این هنرمند قدم رنج کرد. من شخصا خوشحال از آن هستم و منتداری خود رو به مادر عزیزم میرسونم، چون که مست دعای اون کس، باوری اون کس، دستگیری اون کس که پیوسته در پهلوی بنده قرار میگیرد و راهنمایی میکنند این برنامه تشکیل کرده شد و برنامه به واسطه از طرف مؤسسه دولتی قصر جوانان به نام لایق شیرالی تحریزی کرده تحت راهبری آن ابراهیم زاده شریف زاده ابراهیم اینامی به راه مانده شد و من باشم ایده دادم، یعنی ایده از من، پیشنهاد از من، لایحه و تمام تحریزی برنامه، جریان برنامه پورا از طرف مؤسسه به راه مانده شد و با دستگیری ایشون این برنامه در سطح بلند کسبی دایر گردید و در سهم اطلاعاتی گذاشتن تلویزیون‌های سامانه‌ای در ولایت سوخته، جهان‌آرا، هفت‌ستاره، تنین و سلام سهم نظررس خود را گذاشتن تا این برنامه اطلاعاتش به مردم رسد و بیایند و تماشا کنند و بهره مند گردند. این نوار رو طریق شبکه‌های اجتماعی در شبکه شاهین زرفشانی، FM میدیا و این چنین ازو پروداکشن تماشا خواهید کرد. با همه شما برای کار می‌خواهیم. با گروه ایجادی و تهیه‌گران برنامه اظهار سپاس می‌نماییم. با تمام کارمندان رحمت به همه. تا برنامه دیگر. هیچ از یادم نرفت.